میام به ادامه درس میتودهای استرینگ. خب ایندکس آف این چیزا رو خواندیم. میام میتودی است به نام ریپلیس. خب اولین پارامتر که است به خاطر سرچ ویلیو که چی را شما سرچ میکنین. مثلا ما اینجا داشته باشم که امو جاوا اسکریپت is event based language مثلا نوشته کنم. ما میگم باید جاوا اسکریپت باید با پیش پی تبدیل شود. در این وریبل x جاوا اسکریپت باید با پیش پی تبدیل شود. خیلی گفتم که x ها ریپلیس بگو. در x چی بگو؟ ریپلیس. میگم که جاوا اسکریپت کاما چی؟ PHP. بیمونه که جاوا اسکریپت سرچ میکنه بجایش چی نوشته میکنه؟ PHP. اگر بگویم که document dot write زید بگویم و این رن بکنم کاپی پات و دیجا پیست. ببین دیجا ورده که PHP is event based language. صحیح است؟ این ریپلیس یک چیزه ریپلیس میکنه براتون. صحیح است؟ خب که پارامتر اول به خاطر جستجو است که چی را سرچ میکنین. پارامتر دوم به خاطر ریپلیسمنت است که چی را ریپلیس میکنین. سوده جاوا اسکریپت ها؟ که جاوا اسکریپت چندین جای آمده باشه چندین جای برات ریپلیس میکنه. مثل که مثلا دا ورد باشه. نه ما اگر بیم دا ورد وین ورد نوشته کنم مثلا رند دو دیجا مثلا ما یک چیز یو را سرچ میکنم کنترل اچ دیجا ریپلیس دا ورد. ببین دیجا ما است که چی را پیدا میکنیم. ما میگم یو ار. صحیح یو ار پیدا با جایش نوشته گو که مای. ببین اگر فایند نکست بگویم یک دانه پیدا کرد دیگه پیدا کرد دیگه پیدا کرد نه. ولی اگر بگویم که ریپلیس میگه ما چند جای تغییر آوردیم؟ 3 جای تغییر آوردیم. فهمیدین؟ خب همه قسم دیگه ما هر چقدر که جاوا اسکریپت باشه در می خط بدنمو جای بر مکمل تغییر میاره. چند دانه فانکشن دیگه است به نام ترایم فانکشنی است که فاصله را از بین میبره. از کجا؟ از اول و از آخر. صحیح؟ ما اگر بدیجا بیایم که console dot log امیر دا کانسول نمایش بودم برتن اکسا رن بکنم هیچ چیز نیست. نه میایم دا کانسول دیجا ببین دیجا چی داره؟ فاصله داره. چی داره؟ فاصله. یگان وقت مثلا ضرورت میشه دا ولیدیشن ها اینپوت مثلا نام کسی نوشته میکنه فاصله میده نام باز فاصله شاید داشته باشه. ما میگیم که نه هم فاصله اول و آخرش از بین ببریم چیزی که نوشته که دمو رو بگیریم. بازی تو کار میکنه که ایره ترایم میکنه. چی میکنیم؟ ترایم. ایره در برای جداگانه ذخیره میکنم زید میگم x دات چی؟ ترایم. این نمی فانکشن کارش این است که از اول و آخر فاصله را از بین ببره. ما اینجا بگیم که console dot log x و دیجا میگیم که console dot log z. باز فرقش ببینید. کنترل C کنترل V دیجا میگیم که z رن میکنم. ببین دیجا فاصله داره؟ نداره. ولی دی هم دا اول هم فاصله داره. ببین دا اول هم فاصله داره دا آخر هم فاصله داره. ترایم میتودی است که از اول و آخر فاصله را از بین میبره. فانکشن دیگه است به نام char@. یا کرکتر هم میگه. سیست یگان تا ما میگم دینمی جمع معلوم بکنم که یعنی آی یا دینمی سی در کدام پوزیشن کدام ایندکس ذخیره است. سیست یعنی ما میگم که اینمی کرکتر وی در کدام جای ذخیره است. یعنی موقعش معلوم میکنم. میخوام میگم که x dot char@. خب char@ چی را سرچ میکنی؟ ما میگم که راستی این تو کار میکنه کرکتر میدیم. مثلا 4 به این معنی که معلوم میکنه که دمی پوزیشن 4 چی موقعیت داره. صحیح؟ پوزیشن 4
چه موقعیت داره چی کدام حرف از اینجا خیلی ما اگر بگویم که document dot write زید باز تشریح میکنم 4 میتودی است که ما یک پوزیشن میدیم که نمی 4 به این معنی که در 4 کدام در ایندکس 4 چی موقعیت داره صحیح است. خب ما اگر بیایم ایرا رن بکنم میگه چی هست اونجا اس است چی هست اس فهمیدن خب میگه در این پوزیشن چهارم چی هست اس فهمیدن خب ببین 0 1 2 3 و 4 در پوزیشن 4 یا در کرکتر چهارم که دیجا است چی هست اس ما اگر بگویم که دیجا داره معلوم بکنه یعنی کرکتر دوم ما کی است ولی ما رن بکنم معلوم فاصله است حتما چی است فاصله ایرا 15 بگیرم 15 چی است وی است فهمیدن خب نمی وی را بگیرم فاصله هم یک کرکتر میگیره فاصله هم یک کرکتر است دیگه صحیح فهمیدن خب مشکل خو نیست 4 میتودی است که شما پوزیشن میتین حرفش براتون چی میکنه معلوم میکنه. یک میتود دیگه است به نام کانکیت خواندین که در یک ما در یک اره دیگری اضافه میکنیم نه حالا در یک استرینگ دیگه استرینگ اضافه میکنه. یک میتود مهم که است سپلیت است ایرا کار میکنه. فکر بکنین یگان وقت برای ما ضرورت میشه ما میگم لیت ایکس دیگه داشته باشیم که احمد خان صحیح احمد خان ما میگم باید احمد جدا شوه از خان یعنی ایرا ما قیچی میگین یا جدا کردن قطع کردن میگن هرچی میگین صحیح ما میگم ایکس سپلیت بکو چی بکو سپلیت بکو دیگه شما سپلیتر تعیین میکنی که با اساس چی ایرا سپلیت میکنی ما میگم با اساس فاصله باشه با اساس چی باشه فاصله هر جایی که فاصله آمده باشه ایرا سپلیت میکنه با اره تبدیل میکنه با چی تبدیل میکنه با اره. حالا ما اگر بیام میگم document dot write شما یک در مورد ویدیوی چی دیتا تایپ که معلوم میکنین او رو میتود خوانده بودین تایپ اف مثل که در پی اچ پی وردمپ بود نه دیجا تایپ اف هست چی هست تایپ اف ما اگر بیایم دیجا رن بکنم میگه تایپی چی هست استرینگ است خب اگر خوانده باشین نه یاد گرفتیم ولی ما تو کار میکنم ما میگم جایی که فاصله داشته باشیم نفر آمد خب جایی که فاصله داشته باشیم باید قیچی شود سیسته ما خیلی یک وریبل دیگه میگیرم لیت زید میگم x دات سپلیت چی سپلیت دیگه تعیین میکن که با اساس چی را سپلیت میکنین ولی اگر تعیین نکردین یک حرفش هر حرفش جدا میکنه ای را جدا میکنه اچ جدا میکنه ام دیگه در یک ایندکس ای دیگه ایندکس دی هم دیگه ایندکس فاصله هم در این دیگه ایندکس ما میگم نه هر جایی که فاصله ما دوی چی میکنه جدا میکنه. حالا میگم که document dot write و با چی تبدیل میکنه با اره. حالا بگم که type of z از او خو امو اره باید ما دیجا بیایم کانسول نمایش بدم console dot log و دیجا زید بگم سیسته زید حالا رن بکنم با اره تبدیل میکنم کانسول خب ببین با چی تبدیل کرد با اره تبدیل کرد احمدش در یک اندکس ذخیره است خانش هم در دیگه اندکس با اساس چی جدا کرد با اساس فاصله. حالا اگر یک قسم بگیرم با اساس چی جدا کرده هیچ چیز یعنی هر جای هر موقع و هر کرکتر جدا کرده ما هیچ چیز تعیین نکردم ببین هر کرکتر جدا ذخیره کرده در یک ایندکس. خب مثلا ما دیجا منفی داشته باشیم این باز زیاد براتون به درد میخوره پروژه ما میگم هر جایی که منفی آمده باشه اینا چی بکو جدا بکو ببین احمد و خان چی کرده جدا کرده اگر منفی دیجا باشه مثلا احمد خان و دیجا میگیم که منفی 12 آلی احمد خان در یک ایندکس ذخیره میکنه 12 هم در دیگه ایندکس ذخیره میکنه. حالا ببینید فهمیدین خب سپلیت میتودی است که ما توسط یک چیز حروف با
اره تبدیل میکنیم. صحیح؟ یک میتود دیگه است به نام ریپیت. این کمی مهم است. مثلا ای احمد خان داشته باشیم و یک وریبل دیگه میگیریم به نام زید. من میگم که اینمی x باید در زید ذخیره بکنیم و 2 دفعه ذخیره شود. احمد خان. من میگم که x دات ریپیت. خود اینجا نمبر کاونت تعیین میکنه که چند دفعه. میگم 2 دفعه. ولی اگر بگیم که داکومنت دات رایت بگیم که زید، ولی زید ببینین زید به حرف بزرگ اینجا پرینت کردم. صحیح؟ ولی رن بکنم میگه احمد خان. چرا 2 دفعه ذخیره کرده؟ ما ریپیت کردم. میتود ریپیت یک استرینگ چند دفعه براتون چی میکنه؟ تکرار میکنه. میتود سلایس ساب استرینگ ساب استیار ساب استرینگ این میتود کار میکنیم. صحیح؟ میگم که document dot write. صحیح؟ ایت کار میکنم. یک وریبل میگیرم به نام x1. صحیح؟ میگم که x dot splice خو خواندین چی میکنه؟ آماد میکنم. نه او سلایس گفتیم. سلایس جدا میکنه یک چیز. نه من میگم ایندکس اول شروع بکو از 3. صحیح؟ حالا اگر ما بگم که document dot write و دیگه x1 بگویم از ایندکس اول شروع میکنه تا به 3 ولی خود 3 را حساب نمیکنه. من اینا را کاپی میگیرم کنترل سی کنترل وی این میتود داره. صحیح؟ کارش یکسان است فقط معمولی فرق میکنه. صحیح؟ من میگم که دات سب استیار خود پیش بیم خوانده. من میگیرم ایره x2 میگیرم. صحیح؟ و ایره x3 میگیرم. و ایره میگم که سب string. فرقش در اینجاست که سلایس حرف امی چیزی که نوشته کنه این را حساب نمیکنه، ولی دیجا یک ساب استرینگ است که برای شما امور چی میکنه؟ حساب میکنه. من میگم document dot write میگم که x1. صحیح؟ و document dot ایت کار میکنه میگم که br کنترل سی کنترل وی ایره x2 میگیرم ایرم x3 میگیرم. خب ببینید امی سب استیارش برای ما چی کار کرد؟ حرف 3 چی کرد؟ حساب کرده. صحیح؟ گفتم یکیش پارامتر که تعیین کردین یکیشون براتون چی میکنه؟ حساب میکنه. ولی سلایس و سب استرینگ که تعیین کردین حساب نمیکنه. فقط نمی فرقش هست که شما تعیین میکنید که از کجا شروع بکنید تا کجا، ولی بینشان یک سب استیار است که حرف پارامتر 2 براتون امورم چی میکنه؟ حساب میکنه. دیگه هیچ فرقی نداره. صحیح؟ این میتودای چی بود؟ استرینگ بود که با خاطر حروف چی میشد؟ استفاده میشد. یک میتود دیگه است به نام تو استرینگ خود اره خوانده بودیم. صحیح؟ که حروف هر چیزی که شما میخواین عدد باشه اره باشه هر چیزی که باشه با حروف تبدیل میکنه به تو استرینگ. خب یک میتود مچ دیروز کار کرده بودیم پناه. خب مچ برات مثلا ما میگم که احمد let y. صحیح؟ میگم که زید دات مچ. دیگه یک موضوع است به نام ریگولار اکسپریشن. صحیح؟ را باید دیگه نمی آوردم. اگر دیروز کار نکرده باشه. دیگه یک موضوع است به نام ریگولار اکسپریشن که مثل که در چی خواندن نه؟ با مایسکل بازی کم فرق میکنه. صحیح؟ باز یک موضوع جداگانه میخوانیم به نام ریگولار اکسپریشن که ما دیگه چه قسم تعیین بکنیم که علامات بدیم که اول این علامه باید باشه، باز تعیین میکنیم که از 0 تا به 9 یک عدد باشه. صحیح؟ بعدا مثلا باشه که @gmail.com باشه. مثلا این به این خاطر استفاده میشه که ما مثلا نام نفر ذخیره میکنیم. نه اینجا اینپوت است. اینپوت است هم عدد نوشته میکنه هم حروف نوشته میکنه هم سمبل نوشته میکنه. نه باز ما شما ایرگولار اکسپریشن کار میکنیم سرش ریگولار اکسپریشن که باز ایجا تعیین میکنه که از 0 تا به 9 باشه
ای صفر عدد اگر باشه و دیگه نام اگر باشه عدد بیخی نداشته باشه، سمبول نداشته باشه، فقط از ای تا به زید داشته باشه. سیست خیر باز یک موضوع دیگه که خواندیم با نام ریگولار اکسپرشن اوجا کار میکنیم. خب یک میتود نمبر مانده ایرم کار میکنیم. اولین میتودی است به نام نمبر. مثلا ما داشته باشم let is x و داشته باشم که 18 h. سیست ما میخوایم که اینمی را استرنگ است نه در داخل استرنگ است عددش بگیرم. باز به خاطر ما میگیرم که let y میگیم که نمبر چی نمبر و چی میگین که x. سیست ولی اگر بگیم که document dot write و بگیم که y یعنی حروف با چی تبدیل میکنه با عدد تبدیل میکنه. حالا خب میگه که اینجا تایپش چیسته ما اگر بگیم 18 حالا با چی گرفت 18 گرفته. سیست ولی اگر بگیم که تایپش چک بکنیم که document dot write بگیم که y type of y رن بکنم میگه چی هسته یک دانه نمبر هسته. یک چیز دیگه است به نام پارسنت. به نام چی پارسنت. این هم هر چیز که باشه به عدد تبدیل میکنه و عددش چی باشه اینتیجر. چی باشه اینتیجر باشه. اشاری رم بر تبدیل میکنه و هر چیزی که باشه به چی تبدیل میکنه به عدد. ما میگیم که let y میگیم که x نمبر ایتو نوشته میکنه. اول نمبر نوشته میکنه بعدا پارس چی اند و دیگه میگیم که x. ولی در y چی ذخیره میشه 18 ذخیره میشه. سیست خب ببین 18 ولی یک چیزی که دیگه ما کار کرده بود مثلا میگیم که یک حروف هم نوشته بکنم. سیست ببین بازم چی گرفت دیگه حروف هم رایش بود ولی فقط چی را گرفت عدد گرفت از او. ولی ما اگر این طرف نوشته بکنم باز دیگه میگه که نن باز اول اگر حرف باشه نمیشناسه. امی پارسنت فایده پارسنت رو فهمیدین. مثلا نوشته میکنه یک کسی که 18 یا یک چیز امرایش نوشته کرد ولی پارسنت از او چی میگیره عددی که در اول آمده باشه از او میگیره. فهمیدین خوب. یک میتود دیگه است به نام پارس فلوت. این هم تبدیل میکنه ولی امرایش چی میگذاره اشاری میگذاره. اگر اشاری داشته باشه اما اشاریش میره، اگر نداشته باشه اشاریه صفر. سیست خب یک میتود دیگه است let y میگیرم x dot is finite. نه اول میتودای نمبر که کار میکنه خود نمبر نوشته میکنه dot is finite. هر جایی که is آمد در جاوا اسکریپت باز معنیش است که یا ترو میته یا هم فالس. مثلا is اری را خوانده نه اینجا هم is finite معلوم میکنه که عدد است یا هم نیست. ما اگر بگیم که x دیجا ما خب اینجا اتکار میکنه 18 میگیریم. سیست پرینت نکردم document dot write بگیم که y حالا چی میگه برای ما میگه false یا عدد نیست. ولی اگر ما به خاطر که حروف از دیگه ولی ما اگر بگیرم که 12 میگه true. فهمیدین خوب. یک میتود دیگه است به نام is integer. معلوم میکنه که اینتیجر است یا هم نیست. ایرا کار کنم همون نمبر دات is integer نوشته میکنه دیگه is integer. این معلوم میکنه که آیا اینمی عدد پورا است یا هم نیست. فقط اینمی کارش است. اگر بود true اگر نبود false. حالا میگه که چی را x حالا میگه true. فهمیدین خوب. یک میتود دیگه است به نام to fix it. این به خاطر اشاری استفاده میشه. ما میگم اینجا باشه که 35 اقسام ما میگم که از این باید 2 خانه اشاریش بگیرم. سیسته 2 خانه اشاریش let y میگیرم میگم که number dot to
تو فیکسد باید می آمد. خب دیگه من میگیرم که کدام نمبر ماست؟ x. خب x هم هست. میگم که x دات تو فیکسد. دیگه نمبر نوشته نمیکنین. خب دیگه تعیین میکنین که خب چند خانه اشاریش میگیرین. من میگم 3 خانهش باشه. چند خانهش باشه؟ 3 خانهش. میگم که document dot write میگم که y ببینیم میگه 2.346 سیست با دیجا چی کده؟ راوند اف کده. اگر عدد پالویشه اگر از 5 بزرگ بود یک عدد جمع میکنه، اگر نبود خود 5 بود باز امو راوند اف است دیگه، فیزیک که خواندین دیگه سیست. ولی اگر ما بگیرم که خانه 2 بوده برای ما 2 خانه اشاری ولی چی میکنه؟ 35 میگیره. فهمیدین؟ خب ایره اگر تعیین کردیم باز او را راوند اف میکنه. اگر با کدام عدد نزدیک بود او را چی میکنه؟ راوند اف میکنه. فهمیدین؟ خب تو فیکس به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر اعداد اشاری زیاد استفاده میشه. مثلا اعداد اشاری ما کم و زیاد میکنه توسط تو فیکس. خب مشکل خو نیست این قسمت.